بوده و نیروی زیادی در اختیارم داشته، با وجود این نتونست کاری کند و بالاخره به دست از جان خودش و بچه‌اش دفاع کنه. همشون اونجا تعداد بسیار زیادی 70 نفر کشته شدند و شهید شدند در اونجا. این دلیل بر این است که امام حسین یک انسانی بوده دیگه، هیچ امر خارق العاده در موجودی او وجود نداشته. امام سجاد هم که پسرش بود بیماری نجاتش داد. چون بیمار بود نمیتونست جنگ بکنه، کسی اونو نکشت. اگر نگونم جنگ میکرد امام سجاد هم کشته میشد دیگه، نسل سیدنا حسین هم تموم میشد به کلی. بله، در نتیجه منظورم فقط این نکته یاد آور کنم. امام حسین یعنی وقتی گفتم به این آقا یه شیعه‌ای بود، گفت والله شما حکمای غیر قشنگی میذاری، ما کجا هستیم؟ باره اینجوری کردن. راست میگی، امام حسین تا دندان مسلح بوده در اون روز، یعنی سلاح اون روزی داشته، خیلی قهرمان زرنگ، ولی بالاخره نتونست از جان خودش دفاع کنه، از جان زن و بچه و همه هیچ دفاعی کنه. توانه یعنی یک انسان بود. حالا بگوییم یک انسان وارسته، بله اگر ما بیاییم بگوییم آیا امام حسین فضیلت امام حسین بیشتر بود یا فضیلت مثلا حتی یزید یا پدر یزید امام معاویه، کدوم فضیلتش؟ قطعا فضیلت امام حسین بیشتر است، شکی در آن نیست. اما امام حسین هم با فضیلت داشت، یکی از صحابه بزرگوار و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما در واقع یک انسان بوده دیگه، هیچ چیز خارق العاده ای نداشته، هیچ توانی. و همچنین امام علی بن ابی طالب خارق العاده هم نکرده اصلا. امام علی بن ابی طالب مگه تونست از خودش دفاع کند؟ وقتی که اومد اونجا یک نفر خوارج، ابن ملجم مرادی به تنها خودش اومد بالاخره اولا شهید کرد. نتونست، نه علم غیب داشت از خودش دفاع کند، به غیب بالاخره امداد غیبی برایش برسد و این چیزا نتونست، نه علم غیب داشت که چنین اتفاقی میفته که حداقل نیاید یا افرادی با خودش بیارد یا اون شخص رو مشخص کند. نه، راحت اون آقا اولا میکشد قبل از اینکه به مسجد برسد، بالاخره اولا شهید میکند. مثل آیت الله برقعی هم میگه حتی اردکا علم غیب دارن، امام نداشت. میگه اردکا قبل از اینکه امام علی به مسجد بره، اردکا داشتن صدایی از خودشون در می آوردن که امام علی رو خبردار کنن که یک چیزی رخ میده. امام علی متوجه نشد. میگه حتی اردک علم غیب داشت، امام علی نداشت. مصیبت این است. امام علی یکی از سابقین اولین از مهاجرین است، مد بزرگوار است، عشره مبشره است، خلیفه چهارم مسلمانان است، رضای خدا بر او باد، داماد رسول الله است، اهل بیت است. اینا همه حق. اما دیگه یک انسانی بوده مثل سایر از بقیه انسان ها، بهتر بوده از، یعنی بعد از امام ابوبکر و امام عمر و امام عثمان، یعنی چهارمین است، یعنی در واقع یعنی فرد چهارم از درمیان صحابه، شاگرد چهارم رسول الله است صلی الله علیه و سلم. اما اینا بالاخره علم غیب نداشتند، هیچی نمیدونستند. حالا این نکات اگر مردم متوجه باشن خیلی جالب است. واقعا من دیروز خیلی تأسف خوردم، نگاه کردم یک آقای مسکینی اومده خودش رو خلوخت کرده، یا آقای دیگری هم میاد گنده یک کرتی را به دست گرفته و بالاخره میکشد و به این مسکین خودش رو گرفته به خاطر چیز محرم و بالاخره این ایام محرم خودش رو آماده کرده که بالاخره به او شلیک کنند. یک تیری به او شلیک کرد، مسکینه داشت میافتاد، حالا بالاخره داداش جمع شدند و اینا که نیفتاد. حالا خدا میدونه مرده یا نمرده این مسکینه. بعد سالم دیدم که یکی آمد مثلا بچه خودش رو ذبح کرد. این کارهای الکی و باطل و بی اساس برای چیز. این مردم باید تاکی روشن باشن. آخر خمینی میگفت ما هر چی داریم از محرم و صفر داریم. یعنی چی؟ یعنی هیچ دینی نداریم ما. دین ما محرم است، عزاداری و سفر است، هیچ دیگری نداریم. خیلی خوب، محرم و سفر، شما در محرم و سفر که کار دینی انجام نمیدید، مشخصه، پس شما هیچ دینی ندارید جز خرافات و بدعت. خیلی خوب. حالا به هر حال من اصلا یک دفعه گفتم این نکات یادآور شوم. ما گفتیم که روز عاشورا هیچ ارتباطی نداره به امام حسین رضی الله عنه. درست. بلکه روز عاشورا همچنان که از کردم در حدیث صحیح امام بخاری و مسلم آمده که قریش در زمان جاهلیت در روز عاشورا روزه می گرفتند. روزه می گرفتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونا روزه می گرفت.
یعنی در زمان جاهلیت یعنی انکاری داشت، انکار پسندیده بوده. رسول الله هم روزه میگرفت، در کار بد اونا هیچ مشارکتی نداشته، ولی در کار خوبشون مشارکت کرده. این مثلا روز عاشورا هم روزه میگرفت تا زمانی که مبعوث شد. درست. که مبعوث شد به عنوان رسالت و به عنوان برایش وحی اومد، دیگه تمام اون چیزهایی که با قریش هماهنگی میکرد اونا را قطع کرد. تمام دیگه کاری این روزا را نمیگرفت و منتظر بود که ببینه خدا چی دستوری به او میدهد از این به بعد. و این بود که برای مدتی این روزا را دیگه ترک کرد. از 40 سالگی روزا را ترک میکند تا اینکه به مدینه میآید. تا اینکه به مدینه میاد، در اونجا دستور میدهد و بالاخره خود روزه میشود و به مسلمانان دستور میدهد، دستور وجوب. یعنی اصلا کسی را امر میکند که اذان دهد و اعلام کند روزه هست، امروز روزه بگیرید همتون. به گونه‌ای به مسئله اهمیت میداد. بعدا اگر کسی روزه نمیگرفت یعنی سوال میکرد حالا روزه هستی امروز یا نیستی، روزه گرفتی یا نگرفتی، یعنی از مردم سوال میکرد، محافظت میکرد که حتما اون روز روزه باشند. یعنی روز عاشورا در ابتدا قریش روزه میگرفتند و رسول الله هم میگرفت تا زمانی که یعنی وحی برایش اومد. وقتی که وحی برایش اومد دیگه ترک کرد تا به هجرت کرد از مکه به مدینه. حالا در اونجا این حدیث را بخونیم که میگه قریش روز عاشورا روزه میگرفت و رسول الله به آن دستور داد. سپس رمضان فرض شد. رمضان که فرض شد رسول الله فرمود من شاء فلیصم و من شاء فلیفطر. الان که روزه رمضان فرض شده دیگه روزه عاشورا فرض بودنش و واجب بودنش تمام شد، دیگه واجب نیست. اما هر کسی بخواهد روزه بگیرد کار پسندیده است، که در بعضی روایات فضیلت آن هم وجود دارد که اگر کسی روز عاشورا روزه باشد کفارت گناه سال گذشتهش می شود. یک سال گذشته که انشاءالله اون حدیث را بیان می کنیم. یعنی با این وضعیت قضیه روشن می شود که روز عاشورا هیچ ارتباطی به چی ندارد؟ به مسئله امام حسین و اینا ندارد. اصلا چرا قریش روز عاشورا روزه می گرفتند؟ میگه بعضا در صحیح بخاری و مسلم آمده که میفرماید و کان یوما تستر فیه الکعبه، روزی بود که در اون روز پرده کعبه را عوض میکردند و کعبه را بالاخره پردهش رو عوض میکردند، میپوشاندنش. و این هم یعنی و احساس انگار این روز برایشون روز محترمی بوده و احتمال دارد این احترام این روز باز از همون احترام آمده باشد که پروردگار در این روز موسی را علیه السلام بر فرعون پیروز کرد و موسی را از دست فرعون نجات داد و فرعونیان را در آن روز غرق نمود و موسی را نجات داد و پیروز کرد. احتمال دیگه از ادیان الهی آمده باشد و اینا بعید نیست که از اونا گرفته باشند و گفتن خیلی خوب، پس این روز بسیار مبارکی است، ما هم در این روز خانه خدا را پرده میکشیم و پرده کشی میکنیم و روزه میگیریم به احترام این روز که بالاخره تعیین کردن برای پرده کشی خانه خدا. درست. و این نکته خیلی مهم است در واقع. و یهودیان هم این روزه می گرفتند. یعنی یکی دیگر از این چیزهایی که در این وجود دارد در این حدیث که کاملا فهمیده می شود، یهود در این روزه می گرفتند. سوال کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله چرا در این روزه می گیرید؟ گفتند چون این روزی بوده که پروردگار موسی را از دست فرعون نجات داده و او را پیروز گردانیده. گفت خیلی خوب، ما هم این احترام ما نزدیکتر هستیم و شایسته تر هستیم به یهودیان از موسی از یهودیان. نهایتا ما مستحق تر هستیم و ما شایسته تر است که ما این کار انجام بدهیم
این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز روز عاشورا را تأکید نمود بر این اساس، البته نه به عنوان وجوب. اما بعدا وقتی که گفتن حالا یهودم در اون روز روزه میگیرن، گفت خیلی خوب، اگر من اون سال خودش روزه رفت، گفت اگر سال آینده من زنده موندم روز نهم هم روزه میگیرم تا مخالفتی با یهود وجود داشته باشد. برای مخالفت با یهود روز نهم هم روزه میگیرم. و این بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روز نهم هم روزه میگرفت برای مخالفت با اونا. اما برای هماهنگی با اونا، این یعنی برای بجا آوردن شکر پروردگار، این روز را روزه میگرفتند. حالا ما احادیث را بیان میکنیم. وقتی که در اون حدیث دیگری اومده که هنگامی که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم بعد از این که روزه رمضان واجب شد و روزه عاشورا دیگه ترک شد، یعنی فرمود دیگه واجب نیست، اون تأکید بر آن وجود نداشت، این بود که عبدالله بن عمر دیگه روز عاشورا روزه نمی گرفت مگر اینکه موافقه، یعنی برخورد میکرد با روزهایی که معمولا در اون روزها روزه می گرفت. مثلا عادت این بود که روز دوشنبه و پنجشنبه روزه باشد. اگر برخورد میکرد با روز مثلا عاشورا، اگر برخورد میکرد با روز مثلا عاشورا، دیگه اونم روزه میگرفت، وگرنه دیگه روزه نمیگرفت. درست. در ابتدا که واجب شده بود همه روزه شده بودند، روزه میگرفتند و حتی بچه های خود را وادار میکردن که روزه بگیرند. درست. خب یه سوالی پیش میاد، من در بعضی از احادیث هست که روز عاشورا روز نهم میگن و یا روز دهم میگن. آیا این ربطی به اسم عاشورا و تاسوعا ربطی به روز نهم و دهم داره؟ ظاهر قضیه این است که امام ابن عباس بر این نظر است و اصلا اون میگوید روز عاشورا نهم محرم است. در نتیجه چون در اصل 9 یعنی 9، 10 یعنی 10 در زبان عربی، 9 یعنی 9، 10 یعنی 10. حالا تاسوعا و عاشورا بسیاری از اهل علم بر این هستند که تاسوعا یعنی روز 9 و عاشورا یعنی روز 10. اما امام ابن عباس میگوید نه، روز در یک، البته دو تا قول ازش نقل شده، در یکی از اقوالش میگوید روز 9 روز عاشورا است، در یک لفظ دیگه نمیگه روز 10 روز عاشورا است، اما به خاطر مخالفت با یهود روز 9 و روز 10 روزه میگیریم. به همین خاطر بسیاری از اهل علم، یعنی بعضی از اهل علم که اختلاف دارن روی اصلا لفظ عاشورا، تعدادی اصلا بر اون قول اول ابن عباس هستن که روز عاشورا تمام همون روز 9 است. درست. و روز یعنی اصلا این انگار ربطی به ده ندارد، این اسمی است. درست. فقط مثل یک اسمی است گذاشته شده، اسم خاصی برای اون روز، برای روز عاشورا، که در اون روز احادیثی که در اینجا باز وجود دارد، گفتیم احادیث خیلی زیادند. یکی از آن احادیث میگوید عبدالرحمن بن یزید میفرماید دخل الاشعث بن قیس، اشعث بن قیس بر عبدالله بن مسعود وارد شد و او داشت نهار میخورد یا صبحانه میخورد، چون غدا هم میشه صبحانه باشد هم میشه نهار باشد. یا نهار مثلا انسان صبحانه را بخورد، باز میتواند بگوید غدا، چون در حدیث میفرماید یتغدا. فقال یا ابا محمد ادنو الى الغداء، گفت ابو محمد به عبدالرحمن بن زید گفت نزدیک شو کمی با هم غذایی بخوریم. فرمود اولیس اليوم یوم عاشورا، گفت مگر امروز روز عاشورا نیست؟ چگونه غذا بخوریم؟ فرمود مگر تو میدونی روز عاشورا چیست؟ فرمود چیست؟ من نمیدونم، حالا بعدم توضیح بده. فرمود روز عاشورا روزی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن روزه میگرفت قبل از اینکه روزه رمضان نازل شود. درست. هنگامی که ماه رمضان بالاخره تشریع شد و روزه رمضان تشریع شد، تمام میفرماید تریکه یا ترکه، رسول الله آن را ترک نمود. بعدا و در لفظ دیگری فرمود کنا نصومه ثم ترک، ما روزه میگرفتیم بعدا دیگه ترک شد.
ولی و در لفظ دیگه میفرد کان یصومه قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترک. تا رمضان فرض نشده بود بله روزه میگرفتیم، واجب بود. وقتی که رمضان فرض شد دیگه تمام، هر کسی میخواست روزه میگرفت و هر کسی میخواست روزه نمیگرفت. درست. این بود که در این حدیث هم از قول امام ابن عباس هم بر این است گویا روز رمضان روزه نمی گرفته، یعنی دیگه روز عاشورا بعد از اینکه رمضان واجب شده روزه نمی گرفته. پس این عبدالله ابن عمر و این عبدالله ابن عباس، ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، یعنی این دو نفر از صحابه بر این باور بودند که بعد از اینکه رمضان فرض شده دیگه روزه نگرفتند، در حالی که ما در احادیث داریم که رسول الله فرمود ما روزه میگیریم، هر کسی دلش میخواد روزه باشه، کسی نمیخواد مانعی نیست، اما ما روزه میگیریم. و در این حدیث دیگری هست که جابر بن سموره میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم یأمر بصیام یوم عاشورا، میگه مردم را به روز عاشورا دستور میداد که روز عاشورا روزه بگیرند و یحثنا علیه، این نکته ما را بر آن تشویق میکرد و یتعاهدنا عنده، و ما که نزدش بودیم مرتب از ما پرسجو میکرد روزه هستی؟ امروز روزه هستید؟ فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینهنا ولم یتعاهدنا عنده، هنگامی که روزه فرض شد رمضان دیگه نه به ما دستور داد و نه ما را از آن نهی فرمود و دیگه بر ما خیلی مواظبت نمیکرد. مواظب من باشه ببینه روزه هستیم یا نیستیم. درست. ولی برای قبل مواظب بود. به همین خاطر اینقدر بر مسئله تأکید نموده بود که بسیاری از مسلمانان در واقع چکار میکردن؟ بسیاری از مسلمانان فرزندان خودشون هم را به روزه گرفتن وامی داشتند که باید روزه بگیرند. این بود که در این حدیث روشن میکند. حالا ما مطالب را گفتیم ولی حدیث را بخونیم بهتر است. عبدالله فرصت داریم تمام برنامه؟ بله 4 دقیقه فرصت داریم. بله. عبدالله ابن عباس فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شد و دید یهودیان یصومون یوم عاشورا، یهودیان روز عاشورا روزه میگیرند. سوال کردن از آنان، گفتند این روزی است که پروردگار اظهره الله فیه موسی و بنی اسرائیل علی فرعون، امروز خداوند متعال موسی و بنی اسرائیل را بر فرعون غالب کرده و پیروز نموده. پس ما فنحن نصومه تعظیما له، پس ما روزه میگیریم به خاطر احترام و بزرگ داشت آن روز. روزه میگیریم و رسول الله فرمود نحن اولا بموسی منکم فامر بصومه، فرمود ما نزدیکترین به موسی از شما و ما مستحقتر هستیم که بگیم پیرو موسی هستیم و دوستدار موسی هستیم از شما. در این حدیث یا در لفظ دیگری حدیث مقداری واضحتر مطالب را بیان می کند. می فرماید هذا یوم عظیم، این یک روز بزرگی است، انجى الله فیه موسی و قومه و غرق فرعون و قومه، امروز روز بزرگی است که پروردگار موسی و قوم موسی را در آن نجات داده و فرعون و قوم فرعون را در آن غرق نموده در همون روز. فصامه موسی شکرا، خود موسی هم روزه گرفته. در اینجا در این حدیث مشخص میشه که خود موسی علیه السلام در این روز روزه گرفته به خاطر میگه شکرا. موسی در آن روز روزه گرفته به عنوان شکرگزاری برای پروردگار. فنحن نصومه، پس ما هم روزه میگیریم. و رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم فنحن احق و اولا بموسی منکم، پس فرمود ما شایسته تر و نزدیکتر هستیم به موسی از شما. حالا که موسی گرفته به عنوان شکرگزاری برای پروردگار و شما هم به خاطر همین روزه میروید، پس ما هم میریم، ما هم این کار رو انجام میدهیم. و این است که دلیل بر این است که ما اهل اسلام تمام انبیا را قبول داریم و به تمام انبیا ایمان داریم و به تمام انبیا احترام میگذاریم. درسته؟ همچنان که ما به تمام اصحاب رسول الله احترام میگذاریم. الان نگاه کن، دقیقاً باید ما اینجوری مقایسه کنیم. روافض را مقایسه میکنیم با یهود و نصارا. روافض میگوین ما علی را قبول داریم و دیگر یاران رسول الله را قبول نداریم.
یهود هم میگویند ما پیامبر خودمون قبول داریم، پیامبر شما را قبول نداریم و عیسی را قبول نداریم. نصارا میگویند ما پیامبر خودمون قبول داریم عیسی، اما محمد را قبول نداریم چون نه بعد از اون اومدن. ما محمد را دیگه قبول نداریم معاذ الله. پس دقیقاً کارشون دقیقاً شبیه یهود است. روافض میآیند در میان، همچنان که یهود و نصارا در میان انبیا تفاوت قائل میشوند، روافض هم در میان صحابه تفاوت قائل میشوند. جناب دکتر، روافض حتی در مورد انبیا هم همین اعتقادات رو دارن، میگن این امام های ما از اون انبیاء بنی اسرائیل بزرگترن. معاذ الله. بله، این کفر صریح است. یعنی دیگه چیزی از نبوت و احترام نبوت و انبیا نمیمونه پیش. بله بله، نه خیر. اینا میگویند یعنی همین امام علی که نتونست جان خودش را نجات دهد و علم غیب به خودش نداشت، میگن خدا را کمک میکند معاذ الله. بعضی از این یعنی اون آخوندهای غالی که واقعا شیعه حقیقی هستن، اونا شیعه حقیقی، روافض حقیقی هستن، آنچنان که در کتاب و مراجع شیعه وجود دارد. حقیقی هایشون اینجوری هستند چون کاری به دین ندارند، اسلام را قبول ندارند، اصلا دین را، قرآن را قبول ندارند، انبیا را قبول ندارند، اصحاب رسول الله را قبول ندارند، حتی پیامبر را قبول ندارند. یعنی در واقع فقط یعنی گویا امام علی را قبول دارند، گویا کلی توهین هم به امام علی میکنن، دارن توهین میکنن بهش، توهین خیلی زیادی در مقابلش، زنش رو بکشن. بله. بهش میگن یعصوب الدین. خب یعصوب چه معنی میده؟ یعنی اسم یک حشره رو روی سیدنا علی بزنن. معاذ الله. بله. یا دابت الارض بهش میگن. نعوذ بالله. یعنی حرفایی میزنن که واقعا مشخصه کلا توهین. یعنی انا میخوان اسلام را نابود کنن، یعنی میگن این علی کسی بوده که خدا هم را کمک میکند. معاذ الله. نعوذ بالله. معاذ الله. یعنی خدا هم گاهی از او کمک میخواهد از علی و از این امامان اینا. یعنی اینا میخوان بگوین آقا دینی وجود ندارد، ولی میخوان به صورت صریح و روشن نمیخوان اینو بگوین، اما عملشون به گونه‌ای بیان میکنن که این رسولت. آخر بسیاری از این ایرانی ها که از ایران خارج میشوند و بیرون میشن، مثلا به کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر میروند، کلا این برنامه‌شون. از اونها سوال میکنی آقا شما چه دینی دارید؟ میگیم هیچ دینی ندارم، هیچ دینی نداره. میگن آقا مسلمانی، یهودی، نصارای چیه؟ میگن هیچی نیستم من. درست. هیچ دینی قبول، چون کاری نکردن که دینی برای اونا باقی بگذارن. درست. کاری کردن دینی برای اونا باقی نگذاشتن. جناب دکتر، یک میان برنامه میریم و ان شاء الله برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود و بیشتر در مورد فضایل این روز و مطالبی که در مورد روز تاسوعا و عاشورا هست ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. بینندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم و خدمتتون برمیگردیم. با ما باشید. زیارت عاشورا انشای خداست. السلام علیکم ابا عبدالله. زیارت عاشورا به فرموده شیخ طوسی قدس الله سره به سند صحیح در مصباح، امام صادق فرمود این زیارت را با این زمان از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از امیرالمومنین، از پیغمبر، از جبرائیل، از لوح، از قلم، از خدا. زیارت عاشورا انشاء خداست. خدا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. بینندگان گرامی، در بسیاری آیات قرآن از کسی که بر الله عزوجل دروغ می‌بندد به عنوان ستمگرترین انسان یاد می‌کند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. و چه کسی ستمگارتر است از شخصی که بر الله دروغ می‌بندد؟ آنان روز قیامت بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و گواهان می‌گویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بسته‌اند.
هان لعنت الله بر ستمگاران باد. اما این آخوندها که کتابهایشان سراسر مملو از روایات جعلی منسوب به ائمه است، پا فراتر گذاشته همان روایات دروغینی که به ائمه منسوب کرده اند امروزه به الله عزوجل نسبت می دهند که یکی از این روایت ها دعای مملو از خرافات و شرک و بدعت زیارت عاشوراست. آنچه پرواضح است پس از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارتباط وحی با بشر قطع شد. حال این آخوندها چگونه مدعی‌اند زیارت عاشورا وحی الهی است؟ در زیارت عاشورا چه نکاتی است؟ اول، لعن و نفرین عموم بنی امیه در میان آنها عثمان و معاویه و خواهرش همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ام المؤمنین ام حبیبه و دیگر صحابه‌ای که از نسل بنی امیه بودند. دوم، لعن و نفرین خلفای راشدین. سوم، غلو و افراط در حق اهل بیت. چهارم، گلایه از تقدیر الهی. بینندگان محترم، آیا چنین دعایی که اساساً مملو از خرافات و ترسیخ پایه‌های کینه‌ورزی و دشمنی با مقدسات غالبیت مسلمانان است میتواند وحی الهی باشد؟ چگونه میتوان این خزعبلات را با آیات صبر در هنگام مصیبت جمع کرد؟ سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم در برنامه دفاع از سنت و موضوع برنامه فضیلت تاسوعا و عاشورا و منشأ این روزها هست. همونطور که میدونیم در ماه محرم هستیم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این ماه رو شهر الله المحرم نام نهاده و یکی از شعائر دین هست و الله متعال می‌فرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی احترام گذاشتن و تعظیم و بزرگداشت شعائر دین از نشان از تقوا است، تقوایی که در دلها وجود دارد. در روز عاشورا جناب دکتر شما فرمودین که یهود هم این روز رو بهش احترام میذاشتن، جشن میگرفتن، روزه میگرفتن. چه کارهای دیگری در این روز انجام میدادن؟ درسته. در واقع مطالب باز هم در احادیث که نگاه میکنیم از کلام یهود مثلا میگفتن این روز هذا یوم صالح، روز خوبی است، این روز بسیار خوبی است. و یکی دیگر از اون چیزا که خیلی واضح و روشن است، حدیث دیگری که امام مسلم روایت میکند از ابو موسی میفرماید روز عاشورا روزی بود تعظمه الیهود و تتخذه عیدا، روزی است که یهود آن را احترام میگذاشت و آن را عید میکردند، یعنی و رسول الله فرمود شما هم روزه بگیرید. و یک حدیث دیگری که باز ابو موسی اشعری روایت میکند میفرماید اهل خیبر که یهود بودند، اهل خیبر روز عاشورا روزه میگرفتند و یتخذونه عیدا و آن را عید قرار میدادند، یک عیدی برای خودشون قرار داده بودند. و یلبسون نساءهم فیه حلیهم و شارتهم، و زنانشان در آن روز لباسهای قشنگ و زیبا را می پوشیدند و زیور آلات را به خود بالاخره خودشون آرایش میدادند و آرایش میکردند در اون روز. و رسول الله هم صلی الله علیه و سلم فرمود شما هم روزه بروید وقتی که اینجوریه.
در یک حدیث باز هم یعنی اینها کاملا روشن میکند که تا چه اندازه به آن اهمیت دادند. هم جشن بوده و هم در آن چی بودند؟ روزه گرفتند و هم شادی کردند. یعنی یک شادی بدون خوردن و آشامیدن. درسته. بدون خوردن و آشامیدن در آن روزه گرفتند. در یک حدیث دیگری که ابن عباس میگوید از در مورد روزه عاشورا سوال شد، فرمود ما علمت، من نمیدونم رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه گرفته باشد یطلب فضله علی الایام الا هذا اليوم. یعنی گفته روزی من ندیدم که اون روز را روزه بگیرد و قصد برتری بر دیگر روزها داشته باشد مگر این روز عاشورا. درست. و ماهی را سراغ نداریم که رسول الله آن را روزه گرفته باشد و قصد برتری داشته باشد بر دیگر ماها مگر ماه مبارک رمضان، یعنی ماه کامل. بله. در اینجا مشخص می شود که یک ویژگی در واقع ویژه‌ای دارد، یعنی یک فضیلت ویژه‌ای برای عاشورا وجود دارد، هم در اسلام و هم در زمان نزد یهود، و سببش هم یکیست. سبب بزرگی آن، البته قریش هم که احترام به آن میگذاشتن، در اون روز را روز پرده‌کشی برای کعبه قرار داده بودند، مشخص بود. و اینها کلا مشخص می کند که روز عاشورا در واقع روز بزرگی بوده نزد همه اینها و بزرگیش به خاطر این اتفاقی بوده که در آن بوده. در یک حدیث دیگری که باز امام مسلم از با سند خود از عبدالله بن عباس روایت می کند، می فرماید هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز عاشورا روزه گرفت و دستور داد به روزه گرفتن، گفتن ای رسول خدا این روزی است که یهود و نصارا احترام به آن می‌گذارند. رسول الله فرمود فاذا كان العام المقبل ان شاء الله تعالی صمنا اليوم التاسع. فرمود مشکلی نیست، اگر سال آینده فرا رسید، در سال آینده انشاءالله روز نهم هم روزه میگیریم. یعنی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم روز نهم روزه نگرفته، فقط روز دهم روزه گرفته، عاشورا را گرفته. بعدا گفت روز شما در ابتدای برنامه گفتین که پیامبر هم گرفته، ظاهرا اشتباه لفظی بوده. اشتباه قطعا لفظی بوده، یعنی رسول الله به آن دستور داده. و اون چیزی که من گفتم روزه گرفته منظورم روز عاشورا بود که روز عاشورا اون گفت رسول الله گفت ما روزه میریم، هر کسی میخواد بگیره، کسی نمیخواد مانعی نیست. من قصدم روز عاشورا بود. بله. و این حدیثم کاملا مشخص میکند عاشورا اون معنی ندارد که منظور روز نهم باشد. درسته. چون در اینجا فرمود اگر ما سال آینده فرا رسید صمنا التاسع. در نتیجه این قول کاملا تضعیف می شود و اون نظر حتی عبدالله بن عباس انگار ابتدا اینجوری نظرش بوده، بعدا نظرش یا انگار یک مقداری عوض می شود. در ابتدا اینجوری بوده. بعدا میفرماید در حدیث، ادامه حدیث، فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرماید سال آینده فرا نرسید و رسول الله فوت کرد علیه الصلاة والسلام. یعنی دیگه روز نهم عملا روزه نگرفته، فقط سنت قولی است. درست. ما سنت قولی داریم، سنت عملی داریم، سنت قولی و عملی با هم داریم و سنت تقریری داریم، تأیید که او تأیید کند. در لفظ دیگری حدیث میفرماید لئن بقیت الى قابل لاصومن التاسعه. اگر برای سال آینده من زنده موندم حتما روز نهم قطعا روزه میگیرم. نگاه کن رسول الله غیب ندارد، نمیدونه کی میمیرد، مطمئن نیست که آیا سال آینده زنده هست یا نیست و قد فرموده اگر من زنده ماندم قطعا روزه میگیرم، لاصومن التاسعه، یعنی روز عاشورا. حالا ممکنه کسی بگوید چرا گفته لاصومن التاسعه؟ یعنی در اینجا بدون گفتن ان شاء الله گفته من روزه میگیرم، چون این عبادت هست. عبادت باید شما قاطع بگی من این کارو انجام میدهم. درست. یعنی باید عزم جزم باشد بر انجام اون عبادت. یعنی این
قطعیتی که گفته در مورد عزم خودش هست، عزم خودش نه اینکه عمل در آینده انجام خواهد شد. یعنی این کار یعنی من توان دارم اینو انجام بدم، بدون اراده خدا نمیشه. برای عبادت میدونی بدون انشالله بگوی من روزه میگیرم، من نماز میخونم، من حج میروم. البته دیگه حج اگر استطاعت داشته باشم، مثلا بگویید اگر استطاعت داشته باشم حج میروم، یعنی واجب است با که برم، چاره ای ندارم، بر من واجب است که بروم که حج کنم مثلا. و این حدیث این نکته را از آن میشه فهمید و دریافت. در نتیجه با این حدیث کاملا روشن می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز نهم روزه نگرفته، اما دستور داده به روزه گرفتن. و احادیث دیگری که من بیان کردم که در ابتدا قبل از فرض رمضان مثلا این روزه که روزه می گرفتند، حدیثی هست که امام مسلم از سلمه ابن اکوع برای ما روایت می کند، باز هم می فرماید بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا من اسلم یوم عاشوراء. رسول الله در روز عاشورا مردی از قبیله اسلم را فرستاد، فامره ان یؤذن فی الناس، به او دستور داد که در میان مردم اعلام کند. اعلام کند چی؟ من کان لم یصم فلیصم و من کان اکل فلیتم صیامه الی اللیل. فرمود اگر کسی روزه نگرفته روزه باشد، و اگر کسی هم حتی الان غذا خورده، چیزی هم خورده، از این به بعد دیگه نخورد، روزه را تکمیل کند. یعنی اصلا حکمش هم با حکم رمضان فرق می‌کرده کاملا. یعنی اینجا مشخص می شود که حتی در اینجا اگر کسی چیزی هم خورده باشد جایزه، که چون نمیدونسته. چرا؟ چون حکم وجود نداشته. درسته. یعنی تا قبل از این که اعلام کنن حکم در مورد روزه گرفتن وجود نداشته. الان ولی رمضان حکمش مشخص است. اگر کسی غذا خورده باشه دیگه نمیتونه بگه من روزه میرم، مگر اینکه ندونسته باشد. میشه از این حدیث دریافت که اگر کسی متوجه نشده که امروز روز اول رمضان است، بعدا متوجه میشود، خبر به اون میرسد مثلا صبحانه هم خورده ولی خبر به اون میرسد که امروز روز اول رمضان است، میتواند از اون به بعد افطار کند، امساک کند و روزه را آغاز کند طبق این حدیث. این نکته خیلی قشنگ و دقیقی است. اما برای کسانی که میدونن روزه هست و عمدن روزه نمیگیرن، بعدا میگن آقا من میخوام از این به بعد روزه بگیرم، نمیشه. این هم نکته خیلی مهمی که در این زمینه وجود داره، چون در این لفظ حدیث میفرماید من کان اکل فلیصم بقیه یومه، اگر کسی چیزی خورده بقیه روز روزه باشد. فرموده فلیصم یعنی اصلا روزه را اولا نامگذاری کرده، بقیه روز هم روزه باشد. و من لم یکن اکل فلیصم فان اليوم یوم عاشوراء. پس این زمانی بوده که واجب بوده. حالا این مطلب که واجب بوده و به این صورت بچه ها را مثلا حتی به آن دستور میدادن، یعنی اینقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن اهمیت داده به این گرفتن روز عاشورا. در ابتدا ربیع بنت معوذ فرزند عفرا میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم صبح روز عاشورا افرادی را فرستاد به روستاها، الى قرى الانصاری، به روستاهای مردم انصار در اطراف مدینه، حول المدینه. فرمود من کان اصبح صائما فلیتم صومه، اگر کسی امروز روزه بوده و به حالت روزه صبح را به روز رسانده، خیلی خوب روزه را ادامه بدهد. و من کان اصبح مفطرا فلیتم بقیه صومه، اگر کسی امروز بلند شده و صبحانه چیزی خورده، از این به بعد دیگه نخورد، روزه را ادامه بدهد. و کنا، این نکته خیلی مهم است، میفرماید و کنا بعد ذلك نصوم و نصوم صبیاننا، دیگه ما خودمون روزه میرفتیم و فرزندان خودمان را به آن دستور میدادیم که روزه بگیرن، حتی کودکان، نه فرزند، کودکان، صبیان، کودکان من را، صبیاننا الصغار، کودکان کوچک خردسال خودمون دستور میدادیم که روزه بگیرن. و منهم ان شاء الله تعالی
ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. و ما میرفتیم به مسجد، فرزندان را تو خونه یعنی میگذاشتیم و برای آنان اسباب بازی از پشم رنگی درست میکردیم و جلوی بچه ها میگذاشتیم. از پشم برای آنان اسباب بازی درست میکردیم و فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم عن الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. و هر وقتی که او گریه میکرد برای غذا از گرسنگی، ما می آمدیم به اون اسباب بازی ها اونا را مشغول میکردیم تا اینکه خودشون را به وقت افطار برسانند. و در لفظ دیگر میفرماید اعطیناهم اللعبة تلهیهم حتی یتم صومهم. و ما اسباب بازی را به آنان میدادیم تا آنان را مشغول کند، سرگرم کند با خود تا اینکه بتوانند روزه را اتمام برسانند. این الفاظ خیلی واضح است، یعنی این مطالب به صورت واضح و روشن بیان می کند که تا چه اندازه به آن اهمیت دادن. اما ما باید دقت کنیم این احادیث را با هم یعنی تفکیک کنیم. اون زمانی که در جاهلیت روزه رفتن، رسول الله هم به آنان رفته. وقتی که مبعوث شده ترک نموده. بعدا که به مدینه آمده دوباره روزه گرفته، قبل از وجوب رمضان تا رمضان فرض شده به عنوان واجب، و بعدا که رمضان فرض شده به عنوان سنت و مستحب روزه عاشورا هنوز ادامه داشته. حالا در یک حدیث دیگری شما در مورد فضیلت سوال پرسیدید، آیا چه فضیلتی حالا دارد؟ یعنی اگر کسی این روز روزه باشد چه فضیلتی برای او مطرح هست و چی هست؟ خیلی به این روزه اهمیت داده شده در اسلام. این همه احادیث که جناب شما فرمودین جناب دکتر، میخوایم حالا ببینیم چه فضیلت داره که کسی روزه گرفت چه پاداشی میگیره. چون انسان عادتش اینجوری هست، دوست داره کاری انجام میده در مقابل یه پاداشی بگیره. بله، شکی نیست، بدون پاداش که قطعا نیست، شکی در آن نیست. و حدیثم همین که فرمود، یعنی ماه محرم شهر الله المحرم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و فرمود ماه خدا است. بله. در اینجا هم گفت عاشورا روز خداست. بله. یوم الله است. بله. نه 22 بهمن. این عاشورا یوم الله است، یوم خداست، روز خداست. چون در اون روز پروردگار یاران خودش را در آن نصرت داده. درست. حالا اگر اینا میخوان برای عاشورا کاری کنن در اون روز عاشورا که
إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع. با عرض پوزش از خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی به خاطر مشکلی که پیش اومد در صدا. جناب دکتر، ما در خدمت شما هستیم. داشتیم در مورد فضایل روز عاشورا صحبت می‌کردیم و وقت برنامه هم 5 دقیقه مونده که تموم بشه. اگر می‌تونیم جمع بکنیم برنامه. بسیار خوب. پس ما مجبوریم خیلی سریع این مطلب را بیان کنیم. حدیثی به عنوان آخرین حدیث در این زمینه بیان می‌کنیم ان شاء الله. ابو قتاده می‌فرماید مردی آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت ای رسول خدا کیف تصوم، چگونه روزه میگیری؟ این سوال رو پرسید. انگار نحوه پرسیدن سوال به گونه‌ای نبود که باید میپرسید. یک دفعه رسول خدا صلی الله علیه و سلم حالت خشمی به او دست داد از قول از گفته او. بعداً امام عمر وقتی که خشم رسول الله را مشاهده نمود فرمود سریع رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. فرمود ما راضی هستیم به الله به عنوان پروردگار خود و راضی هستیم که اسلام دینه و برنامه زندگی ما باشد. هرچه اسلام بفرماید آن را عمل میکنیم و راضی شدیم که محمد پیامبر ما باشد علیه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله. مرتب اینو میفرمود مگو ما پناه میبریم به پروردگار از خشم خدا و از خشم رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نگاه کن. و عمر فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. مرتب امام عمر مرتب این مطالب را تکرار مینمود تا رسول خدا صلی الله علیه و سلم خشمش فرو نشست و بهتر شد و قضیه تمام شد. این بود امام عمر فرمود یا رسول الله کیف من یصوم الدهر كله. سوال را این گونه آغاز کرد. فرمود وضعیت کسی که اگر بخواهد کل سال روزه باشه چگونه است؟ رسول الله فرمود لا صام ولا افطر. چنین کسی نه روزه گرفته نه افطار کرده، یعنی چنین روزه درستی نیست، قابل قبول نیست. فرمود کیف من یصوم یومین و یفطر یوما. فرمود این چگونه است اگر کسی 2 روز روزه باشه روزی روزه نباشد؟ بله. فرمود قال و یطیق ذلك احد. مگر کسی توانه اینو دارد که این کارو کند؟ یعنی سخته نه؟ یعنی بله، یعنی چیز خوبی ولی کسی میتونه؟ قال کیف من یصوم یوما و یفطر یوما. فرمود پس کسی که روزی روزه هست و روزی افطار میکند اون چگونه است؟ بله. فرمود ذلك صوم داود علیه السلام. فرمود اون دیگه روزه داود است، روزه بسیار قبول و قشنگیه. فرمود پس کسی که روزه باشد و 2 روز افطار کند. قال وددت انی طوقت ذلك. رسول الله فرمود من آرزو داشتم که میتونستم این کار بکنم، روزی روزه باشم و 2 روز نباشم. یعنی دیگه در کل سال میشه 4 ماه روزه باشد. 4 ماه روزه میشی، 8 ماه روزه نباشی. واقعا سخت اینجوریه. فرمود آرزو داشتم که چنین کاری بتوانم. بعد رسول الله فرمود 3 روز از هر ماه روزه بگیرید خوبه. و رمضان هم تا رمضان کسی که از هر ماه 3 روز روزه بگیرد، مثلا روز 13 14 و 15 دیگه و با اضافه به روزه ماه مبارک رمضان دیگه مثل این از کل سال روزه باشید، یعنی اجر کل سال دارید. درست. و بعدا فرمود روزه عرفه من آن را ذخیره میکنم به نیت اینکه برای نزد خداوند متعال که گناه سال گذشته و سال آینده را ببخشد. بعدا فرمود و صیام یوم عاشوراء، اینجا برسید به روز عاشورا و فرمود روزه عاشورا احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله.
من روزه عاشورا را امیدوار هستم که پروردگار آن را چکار کند که سبب کفارت گناه سال قبل را قرار دهد. 1 سال. و از این فضیلت گرفتن روزه عاشورا این است که باعث کفارت گناهان 1 سال گذشته می شود. ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. و در لفظ دیگری فرمود روز عاشورا، روز عرفه 1 سال قبل سال گذشته و سال آینده را کفارت گناه 2 سال می شود. اما فرمود و كذلك في عاشوراء يكفر السنة الماضية، و همچنین برای عاشورا سال گذشته را کفارت می شود. و به این وضعیت حدیث مشخص می شود که فضیلت این روز است. امام ترمذی در مورد این حدیث می فرماید ما هیچ حدیثی را 1 دقیقه مونده. امام ترمذی فرمود ما حدیثی را سراغ نداریم که فرموده باشد روز عاشورا کفارت گناه 1 سال است جز حدیث ابو قتاده. و حدیث ابو قتاده حدیثی است که امام احمد و امام اسحاق بن راهویه بر آن قول هستند که سبب کفارت گناه 1 سال می شود. امیدوار هستم پروردگار از همه مسلمانان بپذیرد روز عاشورا که روزه باشند و روز نهم هم انشاءالله که فردا روز عاشورا است و امروز هم روز نهم بوده و روز تاسوعا بوده. امیدوار هستم که مسلمانان امروز هم روزه گرفته باشند و فردا هم انشاءالله بگیرند و همه ما هم را توفیق دهد. ظاهرا وقت به پایان رسیده. همه شما را با خداوند بزرگ جلال می سپاریم و بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا. بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین روزه ماه مبارک رمضان است و پس از آن روزه ماه خدا ماه محرم و روز عاشورا که در این ماه مبارک محرم قرار داره. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.